انشاءالله درس امروزه ما، موضوع امروزه ما به سوالهای شما جواب گردانیدن. پیش از سوالها را جواب گردانیدن معذرت میخواهم که کمی مسئله در گپ زدن شاید سلفه زدن و کمی بیماری در همین گلومون هست. از شما عذر میخواهم که یکی در دوامهای صحبت ممکن که ما را یعنی در گوش کردن شما هم خلل رساند. از الله مهربان شفای جمیع بیماری ها را خواهش میکنیم. برادران عزیز و گرامی، در این لحظه های بسیار خیر و در این لحظه های بسیار مبارک از خدای مهربان خواهان او هستم که این کارهایی که با مقصد ثواب انجام نیابد خدای مهربان از ما قبول بگردانیم و خدایا این خدمت هایی که میخواهیم انجام تیم و در عوضش خواهانی اجر و خواهانی راحت در خانه قبر و روز قیامت دارم، خدایا از این برخوردارم بگردان. و الله مهربان دعا میکنیم که خدای مهربان جمیع آن بندگانی که بر الله مهربان و پیامبر نازنین محبت دارند، میل دارند، اخلاص دارند، خدای مهربان عمر دراز، ایمان کامل و در کارهای دنیوی و اخرویشان الله مهربان برار و برکتشون نصیب بگردان. خدای جمیع بیماری ها را شفای کامل نصیب کن. گذشتگان ما را الله مهربان رحمت و مغفرت کن. الله مهربان در این ملک ما، در این سرزمین ما فیض و برکات نازل فرما. آفت و بلاها را خدای مهربان دور بگردان. جناب ابوبکر صدیق گفتند رضی الله عنه: من دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی عمرش در این دنیا تمام می شود و خانه قبر می رود، ولی ابوبکر صدیق گفتند صد افسوس که با خودش یگان توشه نمی برد، یگان کردارهای نیکی را با خود نمی برد. حضرت گفتند این شخص به مثال آن نفری هست که در یک دریای کلان، در یک بحر کلان داخل شده است و با خود یگان چیزی سواره ندارد. آدم وقتی در بحر می افتد یا دریای کلان می زند، چیزی نداشته باشد که او را یاردم کند، حالش در اون بحر چی می شود؟ الله مهربان ما هم چگونه که فرمودی نحن قدرنا بینکم الموت، من برای هر کدامی از انسانهای در روی عالم الله میگوید من وقت جدا کردم. همون وقت که تمام شد ما به خانه قبر ما میریم. الله را دعا کنیم که از این دنیا ما دست خالی نریم، از این دنیا ما به عمل صالح نرویم، تا که مثل همون آدمی که در بحر می افتد و با مشکلات روبرو می شود دست خالی در خانه قبر مثل همون است. و حضرت عمر رضی الله عنه فرمود عز الدنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال. هر کسی که در دنیا پول دارد، مال دارد، عزت دارد، لیکن خانه آخرت، قبر، قیامت از دنیا فرق دارد. اونجا در جای مبلغ عزت را کسی می‌یابد که عملی صالح دارد. خدای مهربان ما را در این دنیا پایبند عملی صالح بگردان و در خانه قبر و روز قیامت با این دستاویزامون، با این مهنتامون، با این زحمتامون خدایا مرتبه و مقام و منزلت مناسب گردان. حضرت جنونی میگو بندگان نفس را صد حیف نامی بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکند. بی خبرها در فریب عشرت امروزه اند، با خبرها
روز و شب انجام فردا میکنن. الله مهربان ما را از زمره همون بندگانی با خبر بگردان. خدای برای ما قوت نصیب نگردان که ما آن قوت را در جای صرف کنیم که اونجا غضب تو و قهر تو باشد. خدای برای ما توفیق نصیب کن. برای من و برای جمعی بندگانت میل و خواهش به سوی بندگی پیدا کن. الله مهربان دنیا و آخرت ما آباد گردان. خدای با همین ایمان حیات بردن را و با همین ایمان دنیا را پدرود گفتن مان و با همین ایمان روز قیامت سربرداشتن برای همه ما بندگانت نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، چگونه ای که من آگاه کردم امروز من در پیش سوالهای زیادی دارم و بر شما انشاءالله جواب اینها را میگردانم. یک سوالی که بر من دادن گفتن سوراخ کردن بینی و گوش. سوراخ کردن بینی و گوش آیا برای زینت، برای زیبایی برای زنها جایز است یا نه؟ جایز است. اگر بینیم از زمانهای پیش مسئله سوراخ کردن گوش ها که در او گوشوارک می انداختن که برای زن یک بسیار زینت است، همچنان در بینی هم سوراخ کردن و مقصد همو گذاشتن هر یک نوع زینتی که مثال موره میمونن و با اون مثال در خودشون یک زینت میدارن، این تغییرات نیست. چهلهایی که مثال پیشتر ما گفتیم که تغییرات های در حسن میدارن، این تغییرات نمیدارن. این مقصد زینت هست. از این خواهرای ما، مادرای ما اگر استفاده برن هیچ باکی ندارن. از آن جمله عبدالحی لکنوی هم در فتاواش این مسئله اجازه داده است. جناب رد المحتار هم در این مسئله فتوا داده است. برای همین هیچ باکی ندارد. و همیشه خواهرای عزیز خداتون از زینت بدید. زینت دادن بسیار برای شما خوبی و خیری زیاد دارد. زیرا که من در بسیاری از محفل ها میشینم، مردها از ما خواهش میکنن که حاجی بابا درباره همین زن خچ زینت بده در خانه در نزد مردکش، در همین بابت هم همین مادرها را گوش زد کن. ولی مادرای پیش مصلحت میدادن دختراشون وقتی شوهر میدادن، میگفتن بچم همین چشم برای دیدن است و بینی برای بوییدن است. حرکت کن که چشم مردکت همیشه زیبایی را ببینه. یعنی نه تنها در صورت ختان، خواهرای عزیز از سرمه استفاده برید، از اسمه استفاده برید، یعنی از هر چیزی که برای زیبایی شما هست که اگر به شرط در اون جسم شما زیان نتد، مقصد همین خیمیکت ها نباشن. خدا رحمت کنه صاحبای کتاب میگه از همه در زن در چهرش تازگی و نور از آب طهارت است. اگر خواهرای ما ببین آب طهارت حتی نوشیدنش ثواب دارد. آبی که مثال از طهارت میماند همون نوشیدنش حتی ثواب دارد. برای همین وای میگه چهره زنها را میگه تازه میکند، زیبا میکند، نورانی میکند. یعنی اگر به شرطی که همین خیمیکتی که آیسته آیسته مقصد در رخساره های شما، در چشم های شما زیان نرساند، مقصد هر چیزی که خودت زینت دادنی باشی میلش چی باکی ندارد. تا چشم همون مرده که تو وقتی که مقصد زینتی تو را، زیبایی تو را که ببیند، شاید که از بسیاری کردارهای زیشتی که مردها مثال در زیبایی دیگر زنها میبینن و میلشون در اونها پیدا میشود، این زیبایی تو اونها را از همین راه میگردونن. نه که وقتی بیاید در خانه
мақсад акун ҷои хафагӣ набошад, чашмҳотон хоболу, ҳатто рӯй ношуста, ҳатто мақсад бо баъзе нуқсу камбудӣ ки дар чеҳраҳотон бошад, мӯйҳои мисол шона нокарда. ин чӣ қадар як ҳолати бадай. ҳар як бинанда ҳатто бубина нороҳат мешавад. барои ҳамин худои меҳрубон аку дар зан бубин зинната дар зан гуфтанд. шумо метавонед доим рӯймолҳои зебо бандед, хоб гарданбандҳои зебо бандед ва ҳар чӣ ки аз зебогӣ доред ҳамун шоиставу лоиқи шавҳаротонай бикунем барои онҳо. бигзор то дилҳои онҳо аз шумо хушнуд шавад. бигзор ба дидани чеҳраи зебои ту, либоси тозааки ту вақте ҳамун мардакат хуш шавад, бигем иштиҳои ҳамун боз дар ту зиёдтар шавад, майлу муҳаббаташ дар ту зиёдтар шавад, бӯи хуш истифода кунем. барои ҳамин бибин соҳибои китоб ҳатто дар сурох кардани ҳамун бинӣ ҳам иҷозат метад ки мақсад як боз як зинати дигар ки зан мешавад, инам бо барои зан хубӣ дорад. аллоҳи меҳрубон, хоҳарои азиз, он чизе ки мегӯм шуморо тавфиқи амал карданша ҳам насиб бигардонад.